درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د غزنی د ولایت په مرکز کې د تیرې اګست میاشتې په 11مه د مجاهدینو په لاس اسیره شوې فریبه احمدي چې د کابل په اداره کې وکیله او سناتوره وه، د یو موثق راپور په اساس د یو پلان له مخې په داسې حال کې اسیره شوه چې دوی لوڼې او دوه واړه زامن یې هم ورسره وو. له دوی سره 1,00,000 افغانۍ او 500 ډالر او په زیاته اندازه د سرو زرو ګاڼه او قیمتي موبایلونه هم ونیول شول. دوهمه ورځ یې لوڼې او دوه واړه زامن د نوموړي قریبان ته وسپارل شول او خپله فریبه احمدي د اسلامي امارت د مسؤلینو په حکم وساتل شوه، تر څو چې د حکومتي چارواکو په غوښتنه او د مجاهدینو په موافقه د مجاهدینو 5 ماشومان او 4 ښځې چې یوه خارجي مسلمانه مجاهده وه ورسره تبادله شول. د تبادلې په موقع د طرفینو نمایندګان او د غزني ولایت سپین ږیري او د شورای باستان چې د غزني په ولایت کې یوه ټولنه ده، د همدې ټولنې غړي او ورسره د غزني ولایت یو تعداد علما کرام هم موجود ول چې فریبه احمدي په ازاده فضا کې خپله وینا واوروله او په دغه وینا کې د مجاهدینو په کړو وړو او له نوموړي سره په اسلامي او اخلاقي چلند رڼا واچوله. نوموړي د خپل څو ورځني اسارت او بیرته ازادېدلو په اړه څرګندونې وکړې چې اورېدلو ته ستاسو پام راګرځوو. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، مجاهدین محترم، ریش سفیده بزرگا که به جان هر کدامتان من افتخار میکنم. من بسیار امروز خوش هستم. از روزی که من اینجا آمدم اول ما فکر کردم و اولین کسی را ما پرسان کردم که یک برادر ما که یک دستش هم نیست و نمو بود. ما از پیش زو پرسان کردم، گفتم برادر مجاهدین هستین یا اختطافگر؟ گفت که نه مجاهدین هستیم. و مجرد که گفت که مجاهدین هستیم من خوش شدم تا به امروز روز خوش هستم. قطمه دختر جوان بود، قطمه طلا بود، قطمه پیسه بود، قطمه هر چی بود، مگر امیر هر چی هم میتانستن که هر کس بر مضرر برسانه، مگر خدا شاهد است که حتی طلای مرا به دست دخترایم دادن. 2 روز بعد قرآن شریف است، 2 روز بعد دخترای مرا به آب و به عزت، مادر مرا برادر مرا خواستن، دخترای مرا به دستش دادن، به آب و به عزت دخترای جوان اول پینا رخصت کردن که من بسیار از پیشم سپاسگزاری میکنم. و اولین جایی که مرا بردن قطع زن روبرو کردن که 13 شبانده روز به نام زلیخا یک زن قطمه جوره گشت. در هر جایی که من رفتم قطمه گشت که من ایره سپاسگزاری میکنم. من نمیارزم به زیگه پایتن به این خوبی ایتن. ولی 13 روز بعد که امروز باز اینه 15 روز دیگه تیر شده، باز قطمه مادر دکتر صاحب خلیل جوره بوده تا اینه 2 ساعت پیشتر از ما جدا شده که ای سپاسگزاری ایتان پیش ما خط بود و ما با جار دم ایدیا ناره خط زدم، خط شنیدنیم شو اگه ما برسم ده مرا نیک کس اذیت کرده. برای اولاد خود جوس ناوردن، برای من مثل یک طفل باری جوس آوردن. من مریض هستم، مریض قلبی هستم، قلب دارم، شکر دارم. برای اولاد خود کس فانتا و کوک ناورده، بر ما آوردن. برای اولاد خود اوت پریزانه پخته نخواد کرده باشن، اقا امکانات نخواد داشته باشه تو کسای بود در خانه خود، مگر برای ما از دان اولاد خود گرفتن دادن که ما این چیزای زینار باش ما خواهد شنیدم به میدیا که خواهد بود. نه برای ما کسی ضرر رسانده، نه برای ما کسی گفته که از اینجا بخیز اونجا بشی. انتقال ما مگی در موتر بوده. من افتخار میکنم به شما. من یک زن بودم، شما میتانستین برای ما ضرر برسانین، مگر شما برای ما خوبی کردین. خدا خدا خوبی کنه. من یک زن مجاهدم. الهی شکر میکش، 1000 بار شکر. من زن جوره بوده 2 ساعت پیش از ما جدا شده، 2 ساعت پیش. بچه ها مثل اولادایم بوده، کلانا مثل برادرایم بوده. بر ما خدمت کردن، ما خدمتشان فراموش نخواهد کردم تا من به افغانستان باشم، به نامتان افتخار خواهد کردم. من شنیده بودم ندیده بودم، مگر دیدم. دخترای جوان ما کس سعی نکرد به 2 شبانده روز روی شکست ندید. طفلای معصوم ما شیر آوردن، قوطی آوردن، بوتل آوردن، جهادی صاحب
مولوی صاحب مثل برادر واره سرموش خود گرفته. دکتر صاحب من سپاسگزارش هستم. مولوی صاحب احمد مرا هر ساعت دلداری داد و گفت که دلت جمع باشه، فقط من ای که تبادله شد بعضا من خوش هستم، چون میفهمین شما که من یک وکیل هستم. برای من امون زنه مرا وکیل کرده و من خودم از اینا خواهش کردم که تبادله بکنین، چون من یک زن هستم، من یک زن میخوایم که خلاص شوه. این رو گویم هستن. اگه اینا میکردنم او کار از اینا بود، ولی من خوش شدم به ای که من یک زن بودم دواسطه من طفلای معصوم خلاص شده. دیگه شما از خداوند به افغانستان یک دعا بکنین برادرای من خودم به چی خود میکنم بعد از به شما دعا کنین. من میگم خداوند به افغانستان قراری بیاره، آرامی بیاره که آتش گل شوه که همگی ما و شما برادر خوار هستیم. از این معلوم میشه که من امروز که باعث یک خوار شما اینجا هستم، همگی خوار برادر هستیم. همگی شما را خدا که الهی کفار از بین ما گم کنه، این تفرقه خدا گم کنه که ما و شما با آرام بشینیم و این گفه دور باشه. اینا شما دعا کنین برادران. نه من یک لحظه نیده موتورسایکل شیشتم ایره امشب